زمستان حدود 1 ماه پیش رخت سفر بسته، اما زمینه بازی اسکی حالا در این قله‌های بلند هندوکش فراهم شده است. وقتی که نام از اسکی میبریم چه فکر میکنید؟ آیا منظور ما همان اسکی معمول و شناخته شده است که در تمام کشورهای جهان رایج است؟ این اسکی به شکل عنعنوی در میان مردم پنجشیر رایج است و منحصر به همین دره می شود که تفاوت‌های زیادی با اسکی جهانی دارد. رواج تا که ما نمیدونیم پیدایش ما شده دیدید چپنونی از باب کلانای ما است تا بالا. دره عبدالخیل که در 220 کیلومتری شمال کابل و در مرز ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و پنجشیر قرار دارد، مساعدترین دره برای اسکی محلی عنعنوی پنجشیر است. ساعت 4:30 نزدیک به صبح است. ما در آخرین قریه قرار داریم که متصل است به کوههایی که اسکی عنعنوی به نام سرچه برگزار میشه. کسایی که اکثرا به محل سرچه میروند باید در دلش حرکت کنند تا به وقت معین برسن پیش از برآمدن آفتاب، به دلیل اینکه که اگر آفتاب برآمد با سرچه دیگه ممکن نیست. از آخرین نقطه‌ای که سرک موتر رو به آخر رسیده است باید راه را با پای خودمان پیش گیریم. در هفته به خاطر که میشونه ما رو سرچه خراب میشه، باز هفته که برام میرین طرف خونه باز بسابش پس میگیریم. در جای دور که میرین بلندی های کوه است، پرشتو به سرعت زیاد ترس نداریم در کوه در سنگا شما را نزنه؟ نه باشو کلش ولش شد ان شاء الله کسی ترس بس نداره. ما عمل شروع میشه دیگه. این بچه‌ها این تو خورد کلام میان به شب که بار زیاد میوشیم سرچه قانونی نمیواشیم این وقت. برای کسایی که مثل ما مهارت اسکی وطنی را ندارن خیلی خطرناک واقع میشه. پریدم دمی یک دست موگور شده، یک پیشونی موگور شده و اینجاش هم تا 6 تا دیگه یک جور زونی من موگور شده. دیگه پیشش دکتر رفته بودم، شفاخانه رفته بودم، دیگه یک دوا داد چیزا داد خوب است. استاد خطرات بسیار زیادی دارد. یک دو نفر 2 سال یا 2.5 سال تقریبا میشه که به این قسمت آمدن از اون سنگا افتیدن پایین افتیدن و خیلی آسیب دیدن که تا گپشان تا شفاخانه رسید و دوا دکتر خیلی آسیب دیدن. تا حالی هم که آسیب دیدن هیچ شوق علاقه بس سرچه ندارن، نمیتونن آمده. این بازی اسکی که با ویژگی‌های منحصر به خودش جلوه می‌کند، با این وضعیت حتی برای ما که به خاطر گزارش‌دهی به اینجا آمده ایم عاری از خطر نیست. یکی از اسکی بازان به خاطر دلجویی و رسیدگی به وضعیت ما اقدام می‌کند. من و فیلمبردارم اندکی صدمه دیدیم، اما خوشبختانه کامرای ما درست کار می‌کند. اسکی نشسته شبیه سواری اسب از آنجا متفاوت دیده می شود که رمزی این ویژگی را وسایل خالص محلی در خود جا داده است. برای ساختن وسیله اسکی محلی عنعنوی، باشندگان محل به خصوص جوانان نیاز به امکانات بیرونی ندارند. این وسیله اسکی در داخل قریه خودشان با تمام تجهیزاتش ساخته می شود. فعلا ما اینه که جور میکنم دو سابق که بود زیرش آینه میزنم. حالا ما از این پیپ اینو جور میکنم زیرش از این پیپای چیز که نیست از اونا میزنیم زیرش حالا این بسا بسرعت میره. پیش از اون که آین استفاده نمیکنین وسیله آینی ای از چی لشم میشد؟ یعنی زیاد سرعتش اینمو رنده بود رنده میشد تیشم میشد از امو این چیز میشد. چوب که به کار میبرید چی از بیشتر؟ اینو چوبای وطنی از دیگه بیل است و زردولو دو تنگی چیزا. اولین کسی که اختراع کرد یعنی این ساخت و به فکر از اینکه آین زده شده یا سرعت داشته باشه از بلندای کوه بتونه پرش کنه چی کسی بود؟ کسیش که به ما معلوم نیست. اینمی آینه که اختراع کردیم اینمی در زمانهای ما جور کردیم. همین نفر آینه هم که اختراع کرد اضافه کرد به اصطلاح اینمی در زمانهای ما معلوم نیست نفرش که معلوم نیست. نه مگم در این وقتا شده آینه سیستم برکش یا به اصطلاح همی که استارت میکنه او چی از چه استفاده برکش این جنال یک دانه شو میگه نصب میشه اینجا زین جور میشه با بساط افشی که به سرعت باشه اینمی که کش میشه استارت میشه این قسم برکش میشه.
این اسکی عنعنوی یا محلی که به این وسیله که ساخته خود باشنده های محل است بیشتر در مناطق کوهستانی و برفنشین ولایت پنجشیر رایج است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پنجشیر.